از چطورین بچه ها؟ به چنل خودتون خیلی خیلی خوش اومدین. کسرا اسکی هستم. اومدیم با یه صندلی داغ با پدر اومدم بین خودم و پدرم به هم بزنم. آمدم ببخشید کثافت بزنم بین پدر پسریمان. میبینم پدرم چقدر منو میشناسه. پدر سلام عزیزان، سلام غلامی، سلام خوشگلا، سلام همه زیبای دنیا، سلام جوانا، سلام محبتا، سلام تمام قلبای ما. آماده ببینم پسرت چقدر میشناسی. من ببینم چقدر پسرت. خیلی میشناسم. خیلی مطمئنی؟ مطمئنم. از روزی که آمدی دنیا میشناسم. من نمیدونم بچه ها تو کامنت من نمیشناسی. بریم برای سوال اول. سواله؟ بچه صندلی سوال داشته باشیم. سوال با حضرت قبلا بهم میگن آمادگی داشته باشم پسر عزیزم. نمیدونم سوال از آخر رو بپرسم. صندلی داغ اینه بچه؟ صندلی از همه خنک‌تره. بهار بارون میاد. بپرس ببینم تا کجا می‌خوای بریم. سوال اول خیلی ملو. رنگ مورد علاقه؟ شب یا روز؟ رنگ مورد علاقه فکر کنم یا آبی یا سیاه باشه. درست آفر. خب غذا مورد علاقه؟ کرمانشاهی یا ایرانی؟ کلا غذا مورد علاقه. فکر کنم شاید خلال باشه یا جوجه کباب. یکیش انتخاب کردی من نمیدونم. خلال کرمانشاهی که فقط باب دستپختای آشپزای کرمانشاهیه. آفرین. ماشین مورد علاقه؟ شاید دوج باشه. پدرم فکر کنم کامل میشناسه درسته. میشه نشناسمه؟ درد تو سره. خدا نکنه. کشور مورد علاقه؟ ژاپن. شهرش؟ توکیو دیگه. آفرین. بریم برای سوال بعدی. ورزش مورد علاقه؟ بدنسازی. بعضی وقتا فوتبال. آفرین. داره درست میگه. همه داری درست میگی. بازی مورد علاقه؟ حالا یکم سختش کردم، یکم لول شده. شاید نه اون چیز دیگه است. داری دست کار میگی بازی با همون توش اسم بازی هست. مورد علاقه نمیدونم ولی بازی زیاد دوست داری. مورد علاقه اصلی نمیدونم. یه دانه منفی ادیتور عزیز یک هیچ به نفع. چرا 6 تا جواب دادم؟ به من شبی نداره. هر بار شما اشتباه بگی یه دانه حرف بزن ببینم. سوال کن به نفع منه. سوال کن یه دانه کار دارم بابا. یه دانه یک هیچ باید غذا درست کنم زود. یه دانه هیچ به نفع. اولین کنسول بازیم چه بوده؟ نمیدونم. یادم نیست. چون من خونه نبودم. خودت برام خریده. چطوری کنسول؟ پی اف سی دیگه. پی اف سی از چیه بشیم باز. آفرین پلی استیشن. موقعی که حال رویم خرابه چه کار میکنم؟ ورزش بدنسازی. آفرین. سریال مورد علاقه؟ بریکینگ بد. آفرین. درست گفتم؟ آره. فیلم مورد علاقه؟ فیلم مورد علاقه جوکر؟ نه. یه راهنمایی میکنم. خب خیلی قدیمیه. 3 قسمت هم هست. مافیا؟ درست گفت تقریبا. قبول میکنم پدرخوانده است. بله؟ قبول میکنم دیگه پدرخوانده ولی است. میتونه قبول نکنه. رپر مورد علاقه هم خارجی؟ نمیدونم. مطمئنی؟ آره نمیدونم. سیاه پوسته؟ میشناسمش ولی اسمش بلد نیست. دو هیچ به نفع من. خب ببخشید همه‌شو درست گفت. دو به نفع من. رپر مورد علاقه من ایرانی 2 نفره. رپر زیاد ایرانی نداریم ولی خب نه من زیاد رپر مورد علاقه نه. نمیشناسی؟ نه. شایع است. تاریخ تولد ما که دیگه می‌دونی 11/2380. نه. زمان بچگی دوست داشتم چه کار تمام قلبم اومد دنیا. تمام زندگیم شد. تمام زندگیم شد. زمان بچگی درد تو سر. بگو. زمان بچگی دوست داشتم چه کاره بشم؟
بچه بودم مثلا نمیدونم. کامپیوتر باز بودی، هکر بشی، برنامه ریز بشی. آفرین درست. حیوان مورد علاقه. سگ. آفرین. سگ کوچیک که بود. سگ. هانسی. بازیگر خارجی مورد علاقه. بازیگر چی؟ خارجی مرد. گفتم فیل. گفتم مرد. بازیگر. آلپاچینو. آفرین. شخصیت منفی مورد علاقه مرده. جوکر شاید باشه. آفرین. درسته؟ آفرین. لایک. برند گیمینگ مورد علاقه. برند خارجیه. نمیدونی؟ مطمئنی؟ سواد دارم ولی نمیدونم. پدرم یادش میدونه یادش نیست اسم برند. اسم برند توی کامنت ها بنویسین بچه. ریزره. ریزر. من کدام انتخاب میکنم؟ چند تا گزینه بهت میدم، یکیشو بگو به نظرت من کدام انتخاب میکنم. پی سی یا همون کامپیوتر، گوشی، کنسول یا پلی استیشن، همین کدام انتخاب فکر کنم میکنم؟ پی سی باشه. آفرین. درست. چون رشتمه. درست. نوشیدنی مورد علاقم. تو کافه میرم. کافی شاپ. نمیدونم. کافی شاپ میرم. باید نمیدونم تا حالا ولی خب نمیدونم. گفتی اسمش گفتی ولی فراموش کردم. یادش رفته یه زیر. قهوه آیس موکاس. ورزشکار مورد علاقم. ورزشکار. آره. 2 نفر. سیاه‌پوسته. آره درست داری میگی. بسکتبالیست دیگه. آره درسته بگو. 2 نفرن. بسکتبالیست دیشبم اسمشو گفتید نمیدونم. چه گفتی؟ چی؟ داشتیم بازیش رو نگاه می‌کردیم. آره گفتی 58 سالشه 60 سالشه. آره. نمیدونم. مایکل جردن. درسته. کفشم باشه. آره کفشم ازش هست. درسته مایکل جردن. اونی که مک‌گرگور دوست دارم. قبوله. شد. تمام برنده شدی. من برنده شدم. خب چی می‌بینی بجاش؟ یه ماچ. فقط کارتو ببینید. مخلص شما هستم. تمام فقط جوانا عزیزان هم سن سال خودم دمتون گرم که ما رو نگاه میکنین و خیلی 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 ممنونم. متشکرم. همین تمام کامنت رو برام میذارین. ممنون. متشکرم. عالیه. چنل رو ساب لایک کامنت و سابسکرایب کنید. بای بای.